چرا غم میخوری از بحر مردن؟ آنهایی که غم خوردن نمردن. رو از گورستان نظر کن، ببین مردگان با خود چی بردن. اینک خوش آمدید مخلصان مهربان. سلام علیکم به هر یک نفر شما، شخصانی که ما رو تماشا میکنند. امیدوارم که صحت سلامت هستید و خوش آمدید بازم به کانال آموزشی یوتیوب. برادران عزیز، مخلصان مهربان، امروزه ویدیو ما درباره монетизация мерава. یعنی монетизация чист? بی سوالات بسیاره که میپرسن که монетизация چیست، ساعت یوتیوب چیست، گفته سوال میدن. بس ما حاضر شما نقل میکنیم که монетизация چیست و ساعت یوتیوب چیست. با دقت گوش کنین و حلاوت برین. برادران، دوستان عزیز، خواهرای مهربان، در یوتیوب монетизация یعنی وقتی که شما ویدیو میدارین، ویدیو اگر که реклама داد، این گفته نمیشود که یعنی монетизация کانال گیرانه. حاضر یوتیوب реклама را همه خلم دو میته. монетизация این یک چیزی هست که هر یک کانال باید که از 1000 подписчик بالا باشه و 4000 ساعت просмотр داشته باشه. بعد монетизация روان کرده میشود، نه که قبول کرده، فقط روان کردنش ممکنه. یعنی همه کنوپکایی که باید بجقین روان کنی همه پیدا میشود. وقتی که کنوپکا پیدا شد، شما باید آدرس انیق داشته باشین. آدرس انیقتان خاطی монетизация را روان میکنین. ما آدرس انیق داریم، میگیریم، پین کدتون رو میدیم. در برای پین کد من اولی با الوهیده گپ میزنم. وقتی روی کردین، اگر که یوتیوب دید که شما قاعده را ویران نکرده، کانال پیش بردین، 4000 پراسموت را گرفتین، یوتیوب монетизация شما را گیران میکنه. وقتی монетизация را گیران کرد، همون ویدیویی که تو سیامکا کرده که هر یکش монетизация را گیران میکنی. انجا галочка داره، گیران شد میکنی میتنی و монетизацияш анамиай. احتیاط میشی ویدیو یک کس نمیپرتوی، ویدیو دزدی نمیپرتی، موزیک یک کس نمیگیری که монетизация را میتونن بکشن. وقتی که монетизация را گیران شد، هر реклама که وای میته، کانال شما سوم کار میکنن. монетизацияш анамиай. اگر شخصانی که монетизацияتون مردگیه یا که روان کردن میتونین، رقمای روی اکران زنگ بزنین، ما монетизация شما را با آدرس های خودمون روان میکنیم و پین کد کانالتون میدیم. این همین بود دوستای عزیز. монетизация کانال برای چی کانال سوم کار میکنه ای روی این монетизация. برای ساعتش گفتنی هر یک ویدیو را چند بسیار پراسموتر گرفت، همون قد ساعت دادن میگیره. ساعت با یوتیوب جوش هست که میدروی ساعت رو تا پرایرکا میکنی. ساعت داره، ساعتی باید 4000 باید بشه. اگر که 4000 نباشه، همون کنوپکایی که باید بجی قش монетизация روان کنی، همون کنوپکا گیران نمیشه. باید تو 4000 ساعت پراسموتر داشته باشی برای монетизация روان کردن، یعنی ضعیفکا روی کردن. دوستان عزیز، ویدیو رو دراز نمیکنیم. این همین بود ویدیو درباره монетизация چیست و ساعت یوتیوب. اگر یکم سوال باشه کامنتاری را بنویسین و در رقم زنگ بزنین. سوالات نبودین ما شما حتما وقت جدا کرده جواب میدیم. میتونین گولس مونین، میتونین زنگ بزنین. در این رقم ایندیگو، واتساپ و ایمو هستن. میتونین واتساپ و ایمو در زنگ بزنین. پراموی زنگ نزنین که ما در روسیه استقامت میکنیم. کدام در ویدیو ما معقول شده باشه میمونیم لایک، حتما подписаться میکنیم، زنگوله خاطی که از ویدیو آینده ما با خبر شویم. ما همیشه زبانکوی شما را انتظاریم که شما زنگ بزنید و سوال شما را جواب بدیم. بعد در آخر گفتنیم که اگر شخصانی که از نول میگین سر کنین، شما دا از کانال های 1000 подписчика میتونیم دسترس کنین. از ما داریم کانال های 1000 подписчика تا کانال 40000 подписчика را. همه نمود کانال ها را داریم. اگر شخصانی که میخواین که تیار شگیرین، مرحمت زنگ بزنین، کانال ها را بگیرین. لایک همه جقیم. تاجیکستان با پیش.